سلام علیکم عزیز به شما چی نقل کردنی بودم که در حدیثی چی اومده که پیغمبر سلام که یک زن سگی را آب نوشانید و سببی داخل جنت شد. این را تو میدونید با یک مرد دیگه 99 کسوه کرد به خاطر رسونید. بعد پیش یک عالم اومد گفت که من 99 کسوه به خاطر رسوندگی من جنت میرم و دوزخ. و عالم گفت که ای گوجویت دوزخ او را هم کشت. عالم که آدمی میدونستگی بده چه 100 تا شد. بعد بر اومد رفت در راه که در این راه از دنیا گذشت. بعد ملائکه به خبر دادن که همین آدم از دنیا گذشتن خدا کشتگی. بعد گفتن حساب کنین طرف راه رفتگیش اگر نزدیک مونده باشه جنت برین، اگر طرف راه میرستگیش اگر نزدیک مونده باشه، اگر راه طرف اومدگیش نزدیک باشه و راه میرفتگیش رسیدنش اگر دور باشه دوزخ. حساب کردن کیلومتر مسافت شکید و راه میرفتگیش نزدیک مونده بوده. او در اون راه توبه کرده استغفر گفته رفته بوده. الله تعالی از دل ما گفت خداوند هر یک بنده را از دلش گواه میکرد دعوت کنه از رگ جونتون عمرش با شما نزدیک کنه. 100 کسکش نکن با رحمت خداوند داخل جنت شد. لیکن انسان ها یکی درجه کمیتری ویزه مینیز نکن. شما هم میتونید که در نزد خداوند از کرده خودتون دست کشین انشالله که جنت صاحب میشین. با اون شرطی که دست کشین. اگر دست نکشین خداوند همه ما رو هدایت کنه که کارهای بد دست کشیم انشالله از سخنهای نوجو که سبب آزرده شوی یک کسی نشویم انشالله.